ما امی علف سیالف چند نمود طعم تیار میکنیم طعمای شفا بخش الان مثلا ما از ای سیالف در چی ایلوه میکنیم من با برنج را اول تازه کرده شسته دیگ با آب دوخته برنج را ایلوه میکنیم بعد از برنج نمک ایلوه میکنیم و می جوشد برنج ملایم که شد بعد سیالف ریزه کرده دیگ با ایلوه میکنیم کتی برنج و کتی آب بعد که برنج جویم یک سر می جوشد این بسیار جوشیدنش مهم نیست جوشید چکه آب کرده توقع دا برداشته آورده های همچون طعمی تست تیار میشه وقتی بسیار نمیگیرن انا با میشه که ما ای فطیر تیار میکنیم فطیری سیالف کتی پودینه سیالف ایلوه کرده یا جای کرده ما فطیری ورقی کرده به نهایت به مزه میاد میشه من سمبوسه بام پودینی خالینی سیالف هم ایلوه میکنیم به مزه میاد فصل بهترین این فصل بهار می باشد که در تاجیکستان ما خودش با تاجیکستان بیش اوسا میگن از اون سببی که در تاجیکستان ما تمام موجودات تمام مثل رستنی ها تمام چیز زنده می شود مثلا من خوراکی هایی که سیالف پودینه ریحان چکوری شلخه و این میوه ها ما میتونیم خوراک ها پزیم و چکوری میتونیم که سالانی کنیم همه این مثل یک خوراک ملی میشه که با آدم فایده زیاد داره تو یک مویا این وقت داره این پودینه سیالف چکوری میشه که از چکوری هم من خوریشا تیار میکنیم یعنی مادرای پیش فقط از می علف ها یک مادر یکم عموما اوقات روغنی استفاده نمی بردن اینا به مثل مکرون آش پلاو فقط سیالف اوموچی با پودینه اوموچی با شیر سیالف هم زمستان با خشک کرده میگیریم میمونیم من چیزا با سویا بنکی این سویا با خشک میکنه زمستان همیشه که ای تیار کنیم ای خشک شدگی همی علف اوش سیالف تیار کنیم انا پودینه هم ما خشک کرده میگیریم چای با میدوزیم شیر چای با یک جای ایلوه میکنیم همه گوشت قیمت همین میکنیم هم اشتیا میبیم هم فایده داره هم برای عصبی آدم برای ذوق این محصولاتی که این سیالف امروز در موضوع سیالف که مثال ما همین خوراک از تیار میکنیم این فایده زیاد داره جوانای ما من مثال بانوی ما باید که همین ما زنها در همین فصل همین چیزای استفاده بریم برای که خیلی هم در زندگی در عائله داری کمک میشه هم برای سلامتی انسان فایده کلان داره سیالف میشه که از برنج تیار کرده میشه که اوموج میمالیم خمیر از اوموج میمالیم یا من شیره میگن یعنی شیره که از شیره هم تیار میشه شیره من درونش با ریحان ای هم مقصد ایلوه میکنیم به نهایت به مزه میشه و یا ای خمیر تیار میکنیم فطیر سخت شوریده گشته طبق چوبی با خودی قرد برین آب میکنی و یا آب میکنی با دیگ با میکوی میکنی خودی آتاله برین میخوای گرسوز برین که شد آبش که جوش آمد ریحان ایلوه میکنیم ای ریحان بود من سیالف هم ایلوه میکنیم به نهایت من بود رستنی ما چند نمود من توتون میگم میروید نمی زمینای طبیعی ماده اما توتون میروید و نه اینکه برای طعام ها خوردن و یا میشه که من چوینک با چای دم کرده یک پیاله عبید یک پیاله پیش ای خوراک میخورید و نغزه ها خونه تنگ میکند هم اشتیا آوره من مثلا فطیر میکنم در درون هوای جازه گوسفند میندازم در درون وای بود من پودینه میندازم فرق نمیکنه از سمبوسه اما فطیر میکنم میمونم تماما از لذتش از دهن آدم نمیره اوقات با مزه به شرطی که پزه اوقات که بسیار جوشه بسیار مثل طعام که بسیار جوشد شیره میبره به مزه میشود همین نیم کالا خام کنه رفتی و لذت و مزه نمیمونه باید من میخوام جوانای شنونده پرآموده هنرمو یا دیده یا چی میکنم من مو مادرمو نگاه کرده خب بسیار هنرای مادرمو ما آموختیم اینا امروز ده این من یک تاش من مثلا امیر هنرم زندگی من پیش برده استادم من میتونم در جدا من آشپز شده کار کردم من گفتنی هستم که همین نوجوانا همین هنرای آموزن بسیار کار هست زنها ده نیکی با این هنری که پخت و پزه به نهایت خوبه که در زندگی گویا که یکی مردک دو میشه همین خیلی هست همه چیز رفته بزرگ نمیخری و اگر نمود و یک مقصد رستنی یک می علف طبیعی چی تیار میشه منتو تیار میشه سمبوسه تیار میشه مقصد پیراشکی میشه خونومه میشه چند باید تیار میشه یک علف میشه اوگرو غیله میکنیم گوشت
پودینه، علف، تمام همین رستنی‌های طبیعی خودمو ایلووا کرده میشه یک طعام. مهمانو میگسل میکنه. همه مهم گوشت اندازم خمشور بکنم خیلی کنم. انا وای نیسته مردک در خونه گوشت نیسته روغن نیسته نه. این زنکای بهونر در بهونه های. زنکی بهونر روغن نیست میخواد یک خمیر زغاله میگیرم یا یک فتیری ورد گندم شکر و دو پمیدور کتی مثلا میگاجم او کتی میخوریم یک پیاله روغن زغیر میریزم یا طعام. هم فایده هست فایده ناک ورد گندم شیرش. من یک روز تو بگه او سیر میگیره آدم بقوت میگیره. من آدمایی که دوره مقصد قدیم در راو میرفتن چی خورده میرفتن ای سحر تو بگه ها سحر شیرچای میخوردن در اون شیرچای با سیوی بیهی مقصد من چی پودینه کتی میدوختن و میدوستشن سیر نون ریزه کرده میرفتن. عبید با چی میخوردن یا که شکر رو میخوردن یا که آشی بریده میخوردن یا که لفکک میگن همیو با تو بگه سیر یک زمینی کلان دراو میکردن یک کار خوجگی همین زنها با دست مهنت میکردن که ما همی خوردی همی در قشلاق زندگی میکردیم. من مادرمان همی خوراکای به حد بسیار استفاده میبردیم. همی میگن که یا سیزونی اومد و رفت دوره بهار ده فقط و هم میکنیم با بعضی وقت خواه میکنیم زمستان با یک میدوزیم شه شوله آش سیوق همینا ده همش استفاده میبریم. همین پودینه ریحان همین چیزایی که همین طبیعت رویده. سلف هم دو نمود میتونه هم با اوموچ میمولی فطیر میشوری بعد میمولی اوموچ میشود هم با برنج دو نمودش میتونه. مادر من در بهار بیشتر همین سیاله بهتر سیاله میپخت می جمع میشدیم خیمه اویله ما میسوری بود میخوردیم با هم یه روز میگذشت نمیگذشت با همین سیاله برای که خوراکی چی گم خوراکی سبک هم آسان پز زود پز اینا میخوری خیلی با کفاش خوی یگان خوراکی دیگه تیار میکنی روشک هسته روه هسته اینا هم همون در همین رنگ سیاله خوراک میپزیم و یا کمتر فرقیت همین داره که و زرچه‌ای با پوستش غوستره نسبت سیاله انا که مزه طعم و لذتش همیده ماننده چه خیلی همین هم میپزی هوایی هم خیلی میپزی. ما زنها 3-4 نفر شده حولیو با جمع شده یک تمام برنج تازه میکنیم یک تمام سیاله شسته ریزه میکنیم یک تمام علوب میگیرانیم همه خیلی با سرودهای بهاری با سرودخوانی همه خیلی جشن میگیریم همه طعامی که ما میپزیم بو بسیار شده به نهایت به مزه میشه. یا نه کلان ریزه میکنی نه میده اکو کلانی بدشم خیلی بدخور میشه میدی بدشم خودی برنجوه یک کمی ریزه میکنیم که معلوم شد که سیالفه وقتی که همین علف عجوانی که ما استفاده نبردیم لذتش هم و شفا بخشم گم میشه. این پیر که وقتش که رفت اینا مثلا میگه 20 روز ده تو چنین یک ماه وقت داره بعد که رفت همین یک بار میجوش رنگ نداره و لذتش هم نیست. انا حاضر که در جوانیش که تیار میکنیم رنگ بنفش میشه خب با لذتش هم با خوش بوی میشه همین خوردنش آدم در خیلی مخکوله که بخوری خیلی وعده نفسش طبیعت زنده میشه. ما مادرای هم همین خیلی خورسندی وقتی آش بریده خوری میشه وقتی من تمامی رستنی ها میروید شلخه چکری مثلا من غوره میشه پودینه میشه وقتی منتو کنی بسیار بانوی ما همین انتظاری میکشن که همین تیستر مثلا فصلی سرد رود و گرمی بیاد. اکو این نازکیش همه که یا تیار میکنی میخوری. من دیگه طعام ها خلدین بخم میستن میمونه جای سرده که مونده میستن این نمیشه که با تکشم میخوری تگی دگ میگیرد میسوزد بعد کوفته میسکید نچسبد تا جوش اومدنش همین جوشیده آلوبا میگیرین یک چکه کرده توقع میگیرین. اکو در ترکیب همین سیاله یوده همین وقتی که ریزه که کردید رنگ یود برین میبرد میزن همین کسلای زوب چه بگم رنگ خم توپه میگن همین وقتی که مثلا زوپه یا همین میدوزم یک سر جوشیده میخوری رنگش که میبرد کو رنگ بناوش که برامد علاقه تیاره کمک وقتش که رفت نمیبرد رنگ ریزین میشه نه میپزد نه رنگی و میبرد این همه چی به جوانیشه علفم. سالهای پیش خیلی خورد بودیم
نه دختر را دیدم راستیگه، چون که ما خیلی خوراکای بیشتر استفاده می‌بردیم. حاضر من بعد دالده هست، اینا گندم، لوبی، نخود، بعد این شلخه، من درونش پودینه، مثلا به حد خوراک با مزه، خوراک با قوت. لوبی خیلی انسان را بسیار مفیده، برای که وای کالریش با قوته. من بسیار دالده میکردیم با. اما یک درختی هست که وای تتو میگن، همین خوراکایی که همی وای بود تر میکنن آوده، هوا درون هم خوراک اوش بریده، داروی اوش توپا میریزه. وای شفا بخشه. شوله آبپز میگن، همین برنج میجوشونن، پیاز سفید میندازن. وقتی که این برنج پخت، بعد همین من مثلا ریحان، پودینه، این همین حاضر گشنیج، پیاز میندازن، هم خوراکی با لذت میشه. میتونی که اگر چکه هم نباشه، در حالت چکه نبودن، همون تتوما تر میکنن، آب جوش کتی. بعد ترشکه و هوا میریزی، یا که آش توپه در بالاش میریزی. اینو ما بسیار استفاده میبردیم. من حاضرم من استفاده میبرم. باز اینا بود تمام کردیم ریزه، برنج تازه کردیم. باز برنج شده دیگه با ایلوه کرده سر میکنیم. برای ما دیگ رو علوبش گرون کرده آب میریزیم. آب میریزیم. یک سطل آب ریختیم. الان آب که گرم شد برنج رو ایلوه میکنیم. اگه دیگ تسپون بود آب ما علاقه گرم شده. اینا ما ایرا یک جای ایلوه میکنیم. نمک رو ایلوه کرده میپوشانیم سرپوشش رو. همین برنج که بجوشد شیرش که برآمد و سیالف ایلوه میکنیم. سیالف. برنج مایده خیلی تیز و ملایم میشه. همه که وقت میگیره برای شیرش برآمدن برنج. اینا کلانو نمایده میانه برنجه. این با مخصوص برای خودش برنج هست کنه. مخصوص برنجای مایده. او برنجا شاوله تیار کرده میشه، مستوه تیار کرده میشه. بالاش محکم میکنیم 10-15 مینوت وقتی جوشید برنج شیرش میبره. اما 1 دقیقه 2 دقیقه که جوشید اما بنفش رنگ شد علاقه تیار. بعد چکه آب کردم توقع بگرفته چکه ایلوه کردن میخوریم. کفکش حتما گرفتن در این کف نمکش زیاد، برنج شیرش همش یک جای شده، کف شده. این همش اگر که ریخت اما دیگه مده چی نمیمونه، میریزد همش. ما یا میکوبیم کفکش میگیریم همین خیلی که این نریزد. این حسابی کفکش بسیار شد، برنج ما اردش بسیار تر. ما سیالف رو ایلوه میکنیم. الک من رنگی گفتم که رنگ بنفش رنگ میبرد، رنگش برمد. ای سیالف که از سببی که این جوان است وقتش که رفت این خیلی رنگ نمیبرد. نه 10 دقیقه 15 دقیقه میجوشد تیار. از سببی که ما گرد آب ایلوه میکنیم شیره میتیاییم.
وقتی که ما گرداب رو ایلوه کردیم یک کوفته میستیم. بعد رنگش هم دیدید بنفش رنگ 3 رنگ شرومت رنگ شده. این با بعد که گردو و ایلوه کردیم با رنگش بلند میشه. این خوراک ما الان آماده شد. ما طبق میبرداریم. 10 دقیقه طبق میستد. کمک جوشش که رفت بعد چکه ایلوه میکنیم. اگر چکه که تیز زود در جوشش انداختیم تمامش دیگه میشه تمام ترش خیلی خودی چکه میبرم. سالکه که 10 منوت که ایستاد هم صفتش شروع میشه بعد تمامش گم نمیکند وقتی چکه انداختند. خنک شد 10 دقیقه بعد گفتیم چکه ایلوه میکنیم. انا که چکهش ایلوه میکنیم. آمیخته میکنیم. رنگش دیگر میشه. رنگش سیاه رنگ بود. بعد چکه که ایلوه کردیم بود بنفش رنگ شد. اکنون بعد چکه ایلوه کردیم ما میتوانیم استعمال کنیم خوراک.